وقتان بخیر، خوش آمدین دوباره به صفحه تیک تاک. ما امیدوار هستیم در هر جای دنیا هستین خوش آرام باشین. دوستان نازنین، موبایل براتون نشان بدم. آیدیش هم است، پیسه کش هم از اینجا دوستان نازنین، کارتایش هم از داخل ازی باش که براتون نشان بدم. یا ما چند روز پیش دوستان نازنین فلایت داشتم که دوباره از اروپا بیام و خیر طرف امریکا. در اونجا در چکشتی به خانم اومد چند دقیقه امروز گپ زدن، گفت کجا میریم؟ گفتم امریکا میرم. گفت که ما امریکا میرم. خود در کدام استیت هستی؟ همین چند دقیقه گپ زدیم. فلایت ازی پیش از ما بود یک ساعت. این خانم خیس رفت. من گفتم باش من برم یک گلاس آب برای خود یک بوتل آب بخرم. وقتی بلند شدم دیدم که در اون چوکی که خانم بود این موبایلش فراموش شده. موبایل دست خود گرفتم، سعی کردم تیار اونا وقت اگر پرواز کردن. تمام گفتم اگه ما بریم این تسلیم اونجا کنم برای نفرایی که کار میکنن بهتون خب طبعا اینا خبر از روانه میکنن. من گفتم خوب ما چون معلومات داشتیم کی هم در امریکا هستی خانم، من موبایلش همراه خود آوردم. دوستان نازنین دیدم که دخترکش بسیار زنگ زده. خب اوکی کردم، گفتم ما هم در امریکا هستم، سو موبایل مادرت ما پیدا کردیم. و امروز من دوستان نازنین موبایلش پس دوباره برش روان میکنم. آیدی کارتش از دوستان نازنین، پیسه کش از داخل ازی، کارتای بانکش از من هیچ چیزش دست نزدم. فقط یگانه چیزی که هم چارج کم بود، در چارج ماند تو باش که زنگ میزنن خاموش نشان نتک بار خطا نشن. چون موبایل بسیار مهم از دوستان نازنین و خودم می درک میکنم چون تمام اسنادم تمام عکسایم در موبایلم است. موبایلم که گم شوه بسیار ناراحت میشم. از خاطر من موبایل هی امانت کس دیگه است، هی حق من نیست. من این کار خیره برای چون خواستم که بر شما هم شیر کنم. من امروز میرم دوستان نازنین برای زیر لیبل خریداری میکنم و هیر من دوباره برای نا روان میکنم. باز که رفت میره دراپم کردم حتما بر شما ویدیو میگیرم. همیشه کوشش کنین در زندگی کار خوب کنین. من خوشحال میشم که مشکلات دیگران حل بسازم که خداوند مشکلات من حل بسازه. همیشه هر کار میکنین نیت مهم از دوستان نازنین که نیت خوب کنین. یک کار که انجام میتین و اینا که من از دل جانی کار انجام میتم برای رضای علم انجام میتم. یک چیز دیگه از دوستان نازنین برای من مهم نیست که صاحب ازی یگان نفر که میگه این مسلمان نیست یا این کافر است، برای من هیچ چیز مهم نیست. فقط یگان چیزی که مهم است من میگم کلگی بنده خداوند است، خداوند خودش میفهمه. من قضاوت دیگران رو نمیکنم. حالا بزرگ است، کلگی بنده خداوند است. خداوند که نخواه هیچ کس نفس نمیده. سو از خاطر این چیزا برای من مهم نیست. من این موبایل پس دوباره روان میکنم. بازم همراه باشین.